السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، شکر پروردگار که باز به دیدار هم رسیدیم. امیدوارم همگان تن صحت و سلامت هستید. شوکتی محمد با شما هستم و برنامه خبری پیام نیوز را برایتان تقدیم میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. یک یا چند نفر مهم تاجیکستان که احتمال مبتلا به کرونا ویروس بودند با هواپیمای مخصوص از دوشنبه به آلمان انتقال یافتند. اینها کی بودند؟ طبیب قهرمان سر دکتر را در سوخت به خاطر آنکه به امر مقامات سر نفرآورده بیماران را از بیمارخانه نرانده است، از وظیفه‌اش سبکدوش کرده اند. بوزک نموری وزارت صنعت و واهمه اگنتی اطلاعاتی خاور. بانک ملی میگوید گرفتاری به التهاب شوش نسبت به همین دوره سال گذشته 850 نفر زیاد است. وزارت تندرستی میگوید برعکس گرفتار شدگان نسبت سال گذشته 169 نفر کم هستند. کدام از این نهاد را باور کنیم؟ شام گذشته 3 می ساعت 23:37 هواپیمای مخصوصی که به کشانیدن بیماران به خصوص بیماران گرفتار ویروس مشغول است از دوشنبه به رامستین آلمان پرواز کرد. این هواپیما از فرانکفورت به دوشنبه آمده همگی نیم ساعت در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. با وجود آنکه راه هوایی کشور بسته است، شام دیروز یک هواپیمای گلفستریم G3 متعلق به شرکت خصوصی فینیکس ایر از فرانکفورت آلمان به دوشنبه پرواز کرد. ساعت 20:09 با وقت محلی به فرودگاه پایتخت آمده نشست و ساعت 20:37 به سمت شهر دیگری آلمان رامستین پرید. این آمار را سایت فلای رادار 24 که آمار پروازها از تمام فرودگاه‌های جهان را پیگیری می‌کند نشان می‌دهد. معلوم نیست چه کسی با این هواپیما از دوشنبه به آلمان برده شده است. اما آنچه دقیق میباشد این است که شرکت هواپیمایی فینیکس ایر به کشانیدن بیماران با 2 نوع هواپیما مشغول است. برای مثال در شرح خدمت رسانی این شرکت میتوان این معلومات را پیدا کرد. وقت سال 2014 اپیدمی ویروس ایبولا شروع شده در کشورهای آفریقای غربی پهن گشت، شرکت فینیکس ایر بیش از 40 پرواز بین کشورهای آفریقای غربی و اروپا و ایالات متحده آمریکا انجام داده است. همه این پروازها به خاطر بردن بیماران گرفتار ایبولا به درمانگاه اروپا و آمریکا اجرا شده اند. نوع هواپیمایی که از دوشنبه پرواز کرده است نشان می‌دهد که نه یک بلکه چند نفر در داخل آن بوده اند و افرادی خیلی ثروتمند و تاثیرگذار. این شرکت 2 نوع هواپیما دارد: لیه 35-36 و گلفستریم G3. لیه 35-36 میتواند تنها یک بیمار و یک نفر همراه او را برد. تمامی خدمت رسانی طبی به بیمار را خود شرکت میرساند. اما هواپیمای گلفستریم G3 میتواند یک باره چند بیمار یا یک بیمار را با شمار زیادی همراهانش برد. این هواپیما غیر کت خواب برای بیمار باز 8 کرسی نوع عالی چرمی دارد. خدمت رسانی شرکت فینیکس ایر به مراتب گرانتر از طیاره های عادی سانیتری است، چون برای ویپ پرسنل ها پیش بینی شده است. پرواز طیاره های سانیتری در تمام جهان یک امر معمولی است، همگان میدانیم، اما فینیکس ایر را تنها ثروتمندان سپارش میدهند، از جمله منصبداران درجه یکم.
از نوع هواپیما و شرکت هواپیمایی این خلاصه را میتوان برآورد که از دوشنبه به آلمان چند نفر پرواز کرده اند و آنها حتما افراد خیلی ثروتمند و تاثیرگذار هستند. تماشابینان گرامی، همگان میدانیم که عین حال راه هوایی تاجیکستان بسته است و برای پرواز اجازه مخصوص حکومت لازم است. در گمان است که به آگاهی امام علی رحمان رئیس جمهور یا حداقل رستم امام علی پسرش کسی جرأت اجازه پرواز چنین نوعی هواپیما را دهد. پس رئیس جمهور و پسرش، انیقترش رئیس مجلس ملی، از این پرواز آگاهی داشتند. خودشان نباشند اگر میدانند که با این هواپیما چه کسی پرواز کرده است. حتما رستم امام علی پرواز نکرده است، چون خاور امروز گزارش داد که او از یک بیمارخانه دیدن کرده است. شاید مس رستم امام علی پرواز کرده است و خاور یک خبر را ماند تا مردم را گول زند. اینش هم شدنش ممکن. اما سوال مطرح این است: وقتی با وجود کمک های زیاد خارجی که حجمشان از 100 میلیون دلار هم عبور کرد، در بیمارخانه ها تجهیزات ضروری برای طبابت بیماران کووید 19 نمی رسد، حتی نقاب و دستپوش را مردم تأمین می کند، چی کسی با طیاره خصوصی با مصرف مبلغی هنگفت برای طبابت به آلمان پرواز کرده است و از کدام حساب؟ این هم در حال است که صدها مهاجران از گوشه و کنار دنیا، خصوصا روسیه، آه و فغان دارند که به سبب کرانتین حالشان نهایت وزنین شده است. زنان و کودکان گرسنه و به جای خواب مانده اند. این پلاتی لاین این بیتون امام علی تاکیجوی بیای مردم ای راسیا بگیره برا قلم زنکو کودکو موندگی دنمیجا بیایم زنکو کودکو مسافرو را قلم برا یا در سامالو روی کنی الله آخر تاکیجوی قهرمانیست میلاتی سایور بخشی میلاتی پیشوی بیتونو جدایی. سردختور بیمارخانه مرکزی ولایت سوخت را مقامات از وظیفه‌اش برکنار کردند. سبب سبکدوش شدن صابرجان صابروف سردختور بیمارخانه این بوده است که مقامات به صابروف دستور دادند پیش از آمدن نمایندگان سازمان جهانی تندرستی به این بیمارستان مریضان را به خانه‌هایشان جواب دهد، ولی صابرجان صابروف این طلب مقامات ولایت سوخت را رد کرده است. شرح این خبر و چند واقعه و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه واحده بشنوید. سردختوری بیمارخانه ولایتی سوخت به خاطر راضی نشدنش به امر مقامات از مقامش سبکدوش شده است. سبکدوشکنی سردختور روز شنبه 2 می صورت گرفته است و حالا به جای او بهادر مومنوف را تعیین کردند که تا این دم سردختوری بیمارستان کسلی‌های سرایتی در خوجند بود. معروف جان حاجیبایف معاون سرداری ریاست تندرستی سوخت و رهبر ستاد مبارزه با کووید 19 در ولایت در این باره اظهاری بیخبری کرده است. رادیوی آزادی با تکیه به یک منبعش نوشته است سبب سبکدوش شدن صابرجان صابروف سردختور بیمارخانه ولایتی سوخت این بوده است که مقامات به صابروف دستور دادند پیش از آمدن نمایندگان سازمان جهانی تندرستی به این بیمارستان مریضان را به خانه‌هایشان جواب دهد. ولی صابرجان صابروف این طلب مقامات ولایت سوخت را رد کرده است. صابروف گفته است نمیتواند همچون طبیب بیماران را از بیمارخانه راند. اگر خواهند وظیفه‌اش را گیرند. ناچار عریضه از کار رفتن را نوشته است. مقامات با این راه او را از وظیفه سبکدوش کردند.
مقامات تندرستی تا به حال سبب سبکدوش شدن سردختور بیمارستان ولایتی سوخت را شرح ندادند. در همین حال دیروز 3 می یک منبع به رادیوی پیام خبر داده بود که مسئولین بیمارخانه گفتند آمده مادرش را گرفته برد، در حالی که مادرش با تبی بلند از نفس تنگی شکایت داشت و با یک حال و زاره سرفه میکرد. یک منبع دیگر ضمن صحبت با رادیوی پیام گفت طبیبان به جز مراقبت و تأمین بر رخت خواب در بیمارخانه حتی یگان حب کمک نمیکنند. همه دارو و درمان را نزدیکان معالجه شوندگان خودشان تأمین میکنند. هم حساب اختار یگون چه حساب دولت نیست، همش حساب اختار و داشت خود هم خونی خودت میکنن میبرن در پیش بانیته میمونن، بعد میبرن کاریگاراش میبرن میتیم تا نه خود نه دارو نه گم چی و کلو. ولی امروز اما بانیته بردیم خواب کنی اما کسل خیلی شده میگه از انا گمجا خواب 5 روز شده خوشه، بعد یک کس دیگهش 5 روزه جواب شده وقتی که اخی 5 روزه جواب شده میگن تو 5 روزه میگه خوبی چطور جواب ندیا تمام 5 روزه گفته ما یکم دارو و کل سوم نداریم که دارو و کل بخرن بیارن ما که بکنن ما که نقشم جواب میدم 5 روزه گفتم میگه خونفته به دارو و کل یک امپیسیلین یا پنسیلین حسابشون میکنن. کسی دارو میخرده بنت خمری همین دارو تا میبری هم چیزا میبری هم اوقات میبری خمری تمام چی دوجه خوره چی در خونه دی نمیخوام ده توکل دی مو به خدا من خودش شکر خودش توبت میکنه و خودش نگهبان میشه هیچ چیزی. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بهر پیشگیری از پهنشوی کووید 19 جهت تأمین با لوازمات طبی محافظتی کمک کرده است. در این باره اگنتی اطلاعاتی خاور با واهمه اطلاع داده است. اما طبق گزارش دیده می شود کمک‌های وزارت صنعت در مقایسه با امکانیت وزارت صنعت یک کشور نهایت نشان دادی ناچیز است. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان و وزارت تندرستی همگی در یک حالت وخیم کشور 5000 دانه نقاب طبی، 250 دانه لباس‌های یک کرته محافظتی طبی، 400 کیلوگرم آهک خلوردار و 500 لیتر سپیرت تکنیکی کمک کرده است. حالا آنکه نهاد میبایست وابسته به صلاحیتش ساخت و ساز و تأمین تمام لوازمات محافظتی طبی و تکنیک‌های ضروری را به عهده میگرفت. در گزارش گفته شده است که وزارت صنعت وابسته به حالت به عمل آمده در جمهوری 15 کارخانه‌های دوزندگی را به استحصال نقاب و خلعت‌های محافظتی طبی سفربر نموده است که صفت صنعت، گلستان دوشنبه، تاج تکس، یاقوت 2000، چرم، کوتا گلوبال، فارم تکس، کاپراتور، نساجی خوجند، نوهید، جوانی، ساتن، فارم سوخت و زینت از زمره آنها می باشند. این هم در حالی است که رسانه‌های دولتی تاجیکستان نزدیک به 2 ماه است که اعلان می‌کنند به ساخت و ساز و دوخت لباس‌های محافظتی و نقاب مشغول هستند. اما دیده می شود 15 کارخانه دوزندگی وابسته به وزارت صنعت توانسته است همگی 5000 دانه لباس طبی و 250 دانه لباس‌های یک کرته محافظتی دوخته به وزارت تندرستی کمک کند. حالان که این کمک می تواند تنها نیمه از نیاز یک بیمارخانه ناحیه دوردست کشور را به یک بار تأمین کند و خلاص. بانک ملی تاجیکستان به طور غیر منتظره اعلام کرد که مرگ و میر از بیماری التهاب شش در کشور طی 4 ماه نخست امسال در مقایسه با همین دوره سال پیش افزایش داشته است. بانک ملی تاجیکستان گزارش داد که طی 4 ماه نخست امسال 5489 نفر به بیماری التهاب شش گرفتار شدند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 850 مورد بیشتر است. بانک ملی تاجیکستان تعداد افراد فوتیده بر اثر بیماری التهاب شش را در 4 ماه نخست امسال 95 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان گزارش داده بود که در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با همین دوره سال گذشته در کشور تعداد نفران مبتلا به التهاب شش 169 نفر کمتر است. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرده است که همه ساله بین 7 تا 16 هزار نفر در کشور به بیماری التهاب شش گرفتار می شوند
که از 130 تا 650 نفر جان خود را از دست می‌دهند. گفتنی است وزارت تندرستی تاجیکستان پس از ماه‌های انکاری وجود ویروس کرونا تنها روز 30 اپریل از ثبت 15 بیماری مبتلا به کووید 19 در کشور خبر داد. ارسال پیامک از نام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تلفن‌های همراه مشتریان در کشور سبب ایجاد فضای ترس و وحشت میان مردم شده است. در این پیامکی که ده‌ها کاربران به رادیوی پیام فرستادند تهدید شده است که مقامات تمام گفتگوهای مشتریان تلفنی همراه و نوشته‌های آنان در فضای مجازی را ثبت و کنترل می‌کنند. افرادی که درباره کرونا ویروس به رسانه‌های مستقل خبر می‌دهند شناسایی و مجازات خواهند شد. این در حالی است که بر اساس قانون جمهوری تاجیکستان تنها با سانکسیای سودی نهادهای امنیتی و انتظامی حق پیدا می‌کند گفتگوی تلفنی شهروندان را پیگیری کنند. در این پیامک تاکید شده است که حتی از مبادله اطلاعات درباره کرونا ویروس با نزدیکان و دوستان نیز باید خودداری شود و در عکس حال مجازات سنگین در انتظار خلافکاران خواهد بود. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد انتقاد کاربران فضای مجازی از ارسال این پیامک تهدیدآمیز به آن واکنش نشان دادند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به آزیا پلاس گفته است یک چنین توصیه از جانب مقامات به کاربران ارسال نشده است و عاملان این جنایت را دریافت و مجازات خواهد کرد. تخمین زده می شود مقامات می خواست تهدیدنامه را توسط پیام فرستک‌ها در کشور پهن کرده پیش راه اطلاعات واقعی را بگیرد، اما سر و صداهای به میان آمده مقامات را مجبور کرده که دست از این جنایت برداشته عقب نشینی کند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. تماشابینان گرامی، برنامه‌های دیگری ما را در پایگاه پیام نت و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. اگر می‌خواهید حقیقت غالب آید، خلافکاران و ظالمان نتوانند واقعیت را پنهان دارند، هر خبر و رویداد را درباره کرونا ویروس و دیگر حادثه ها شاهد شدید، بدون هراس لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. هیچ کسی غیر قانونی حق پیگیری و تفتیش پیام‌های تلفنی شما را ندارد. از عهده این کار هم نمی‌براید. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net